شهوات و لذت های اندک دنیا عزیزترین انسان ها را ذلیل میگرداند. با مانند زن عزیز مصر چون دنبال شهوات رفت، چون دنبال گناه و معصیت حرکت کرد، زن عزیز مصر بود، الله متعال او را ذلیل گردانید. اما یوسف چون ترک شهوات کرد، چون ترک گناه و معصیت نمود، یک زندانی بود، اما الله متعال او را عزیز مصر گردانید. سبحان الله. هر کدام من و شما اگر می خواهیم به قله های بلند دست پیدا کنیم، باید از گناه و معصیت دست بکشیم، دنبال شهوات و لذت های دنیا نرویم.